ببین حواست باشه مهمان امروز ما از غذا پژوهشگر هم هست، کلی اطلاعات. مرسی عزیزم. در مورد آداب و رسوممون داره. مرسی بچه‌ها. خیلی از افسانه ها، فرهنگ ما، قومیت ما، همه یه چیزهایی که مربوط به گذشته ماست داره از بین میره. خیلی‌هاش هم از بین رفته. باقی مونده‌ش هم ممکن بود نابود بشه اگر کسی مثل مهمان امروز برنامه ما ازش محافظت نمی‌کرد. مهمان امروز برنامه ما فوق‌العاده در این زمینه به ما کمک کردن. بریم بیشتر باشون آشنا بشیم. می آهو آهو اهولو دیلال لاکو اهولو دیوار لاکو اهولو قشنگ لاکو او واجار لاکو ای انزلی لاکو او چارده ای لاکو شبان بیرون نیه تزن چاو آسید سر درود و عرض ادب خدمت عزیزان با یک برنامه دیگه از شهروند خاص از رسانه گیرسانگ در خدمت شما عزیزان هستیم. مهمان خیلی خیلی عالی و گل امروزمون استاد وحدتی عزیز هستن. بریم که با ایشون گپ و گفت امروز رو داشته باشیم. سلام و درود عرض میکنم خدمت شما استاد بزرگوار. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. السلام علیکم. بزرگوار. من خیلی خوشبختم در این جمع جوان حضور دارم و اخیراً 19 مهر ماه یک کتاب من آخرین کتابم رونمایی شد پژوهشگری دانشگاه گیلان و وقتی که کسایی که خریدن بعد زنگ میزنن من تأکید میکنم که بدین جوانترها تو خوبه بخونن. چون من وقتی که خانم بلوکی زنگ زدن گفتن بیا برای مصاحبه، خوشحالی من این از این طریق بود که من بتونم دانش خودم رو در اختیار جوان‌ها قرار بدم و در حقیقت اونها میتونن ناندگار بکنن دقیقاً این چیزی که از من میشه. دقیقاً منم خیلی خوشحالم که جمع فرهیخته رو ایجاد کردیم. سپاسگزارم استاد. شما دوست دارید که با چه عنوان شما رو صدا بزنن؟ یعنی دوست دارید که توی جمع همون جوانایی که میفرمایید چه جوری شما رو صدا بکنن؟ چه جوری شما شناسونده بشید به جوان‌ترها؟ من اسمم ناصر وحدتیه. بله. و همین عنوان برام بیشتر اهمیت داره. بله. اما گاهی وقت مثلا یه جایی که یه دیگه ای که با من دعوتن و میل دارم که منو در اندازه اونا معرفی کنم، یعنی کسایی که با من هستن. بله. همین و فکر میکنم که تا الان هیچ اتفاقی پیش نیامده. درست. بیشترین اثر رو توی زندگی شما کی گذاشته روتون؟ خانواده‌تون، دوستانتون؟ این سوال رو از موسیقیدانان حرفه‌ای همه کردن. بله. به خصوص در تهران اساتید موسیقی، چون من 47 سال تهران زندگی میکنم. بله. اساتید موسیقی همه از اساتید دیگری تلمس کردن، یاد گرفتن، آموزش دیدن و اونا رو معرفی میکنن. درست. اما من موسیقی روستایی گیلانه، موسیقی فولکلوره، موسیقی سینه به سینه هست. درسته. و من خودم شاید از 5-6 سالگی یه جور اینا رو میخوندم، برای که شالیزار 50 قدمی خونه ما بود، زنها میخوندن، من کیف میکردم. بعد گروه های موسیقی، گروه های مطربی عروسی ها رو تو روستاهای سیاه‌کل برپا میکردن. من عاشق اینها بودم. مثلا من که دعوت نمیشدم، من که مثلا 10 ساله بودم، 5 ساله، ولی ول نمیکردم، میرفتم. و پدرم که مثلا بعضی کت خدا بود، رئیس خانه انصاف بود، باید ناراحت میشد که من همه جا هستم. این نمیدونست که من گرفتار این ساز و پاز و اینها هستم. یعنی در حقیقت همین بستر روستایی در من نقش ایجاد کرد که من موسیقی رو بپذیرم، ولی به هر جهت خود انسانم باید بخواد. ما چیزی حدود 15,000 شاعر گمنام در گیلان داریم در سطح روستاها. عالی ترین شعرها رو گفتن و منم تو حوزه سیاکل لاهیجان خیلی از این شعرها رو
جمع کردم، 2 بیتی ها رو کتاب کردم باریکلا. و اما هیچ کدوم اسم کسی معلوم نیست کی اینا رو گفته، شعرهای گمنام، اما نابغه های دوران خودشون بودن. دقیقاً. یعنی همین الانم اگه بخواد کسی همه نمیتونه شعر بگن، بله. که همه درس میخونن، تحصیلات عالیه دارن، همه شاعر نمیتونن بشن. باید تو ذات آدم باشه. دقیقاً. شاعرانگی، بله. هنرمند بودن. یکی چا خودش آب داشته بون، آب دکنی چا نبون، چا باید خودش آب داشته باشه. توش آب بریزی، یه جایی رو بکنی 5 متر آب نیاد، بعد با شیرن توش آب بریزی بگه این چای. نه، نیست. اینه که در جهت این تو ذات من بود و پذیرش کردم و مرتب تو اون عرصه بودم، عرصه موسیقی روستایی. درسته. پس برای همین خوانندگی رو انتخاب کردید. دیگه من اینا رو جمع کرده بودم حدود 30 سال. و اکثرا هم از زنها من موسیقی جمع کردم، چون حافظه تاریخی روستایی حتی شهری فکر کنم پیش زنها هست تا مردها زیاد تقلا میکنن، حوصله در حضور یاد بگیرن. زنها هستن تو خونه ها متفکرانه، بچه ها رو میخوابونن و دارن با هم صحبت میکنن و میشن در حقیقت حافظه تاریخی هر منطقه. درست. من اخیراً هم چند سال پیش میشون نمیدینانی رفتم، توی دهات سومسران با هم خوندیم و مردم ما حسابی گریه آوردیم تا با هم خوندیم گذشته ها. اینه که من بیشتر از زنها موسیقی جمع کردم. بعدم تو تهران به چند تا از اساتید اینا رو نمونه هاش نشون دادن که آیا میشه اینا رو تنظیم کرد، میشه اینا رو خوند، مثل همین سکوله، این ترانه های شوخی، طنز. اونا گفتن اینا رو ما میتونیم کار بکنیم. استاد حسین حمیدی و من ابتدا تو گروه ایشون تو 23 سال پیش در تهران من کنسرت داشتم و 17 کنسرت با ایشون داشتم، تهران و مازندران و جاهای دیگه. بعد دیگه استقلال پیدا کردم، اومدم تو گیلان، تو رشت، گروه موسیقی درست کردم. این همون کارا رو، تنظیم کردن موسیقی رو از حسین حمیدی یاد گرفته بودم و الانم بیش از 300 کنسرت من تو کشورهای اروپایی و جاهای دیگه داشتم، تالار وحدت تهران، رشت، مازندران و اصفهان و جاهای دیگه. اینه که میخوام بگم که این بسته رو من طی کردم، به موسیقی رسیدم. کسی یادم نداد، فقط تنظیم کردن موسیقی رو استاد حسین حمیدی. بسیار هم عالی. با این همه تجربه‌ای که دارید، یک خاطره جالب و شنیدنی دارید برای ما تعریف کنید استاد؟ خاطره چی بگم؟ موسیقی و این بستری که ما بودیم، شرایطی که ما بودیم، خیلی برای ما خاطره انگیز بود. من یه دفعه شهسوار کنسرت داشتم، وسط خوندن من برق قطع شد. ای وای. سالن تاریک شد. من بچه‌ها رو گفتم، همین صندلی‌ها رو گفتیم بریم لبه سن. نشستیم لبه سن بدون برق، بدون میکروفون، کنسرت تموم کردیم تا آخر. مردم هم کیف. چقدر عالی، چقدر عالی. خاطره خیلی جالبیه. فرمودید که از همون خانم‌هایی که توی شالیزار کار می‌کردن الهام می‌گرفتین، درسته؟ بله. یعنی تأثیر بیشتر رو همون خانم‌هایی که توی شالیزار کار می‌کردن توی آثار شما داشتن. هنرمند مورد علاقتون کیه استاد؟ ببینین، همه مثلا هنرمندانی که در هر عرصه هستن، یه عده آدم‌ها رو در حقیقت شاخص می‌دونن در مسیر خودشون. تو گیلان ما حتما نمیشه از عظمت استاد احمد عاشورپور به راحتی عبور کرد. استاد فریدون پوررضا، استاد ناصر مسعودی. من وقتی که دانش آموز بودم، انتخاب شده بودم توی جشن مدرسه بخونم. بعد اول ازم تست گرفتن، من یه دور از اون ترانه‌های اونها رو خوندم 63 سال پیش، از 40.
گفتن نه اینا چیه؟ اون موقع به شدت از اون چیزی که گذشته بود اون موقع فراری بودن، همه کراوات میزدن، معلم ها دنبال تجدد بودن. آره جلو نگاه میکردن. گفتن این جایی که تو رادیو میخونن اینها چی؟ من ترانه بنفشه گل ناصر مسعودی. گفتن این خوبه. اون لحظه که من میخواستن صدا بزنن از صف بیام بیرون برم بخونم، اون مجری گفت همه اکنون ناصر مسعودی میره بیاد بخونه، چون میخواستم ترانه اونو بخونم. بعد وقتی که استاد احمد عاشورپور فوت کرد تو تالار وحدت براش یه مراسم تشییع گرفتن و من گفتن که بیا اول حسین علیزاده استاد ایشون صحبت میکنن بعد تو یکم بخون. من رفتم خوندم، فردا مطبوعات نوشتن ناصر مسعودی خوند. یعنی هنوز اون ناصر مسعودی با عظمت بالای سر ایستاده بود که اونو داره میخونه. بسیار جالب و عالی. بازم ببخشید من سال 95 از من قرار بود تو جشنواره کرمان تجلیل بشه. بعد من رفتم کرمان، یه آقای اومد گفت که میخوام تو رو بفرستم بافت که بری برای اینا بخونی. میری؟ گفتم من اصلا کی میتونم دیگه بافت برم، چرا دارم؟ ماشین دادم ما رفتیم بافت. شاید 5000 نفر آدم تو پارک اونجا جمع بودن، ریز و درشت. یه آدمی اومد پیر به من گفت که استاد از ناصر مسعودی چه خبره؟ گفتم رشته حالش خوبه. گفت من تمام ترانه‌اشو بلدم. گفتم چی بگی؟ گفتم اینو بخون گندن دل واپسی دارم تا فصل بهاره تیرخ داده کن باز بشی موقع کاره کامره و سانی یاور بخوانی بیا بشین بجر سر با من فشانی دیروا وزید همه رو اون خوند، چند دیگر رو خوند. گفتم اینا رو تو میخونی میدونی چیه؟ گفت نه اصلا، ولی من همه رو میخونم. اینقدر خونده بود. اومدم زنگ زدم بهش گفتم به ناصر مسعودی گفتم این انسان اینها الگوهای من بودن، اینا رو من دوست داشتم و از موسیقی نواحی هم کسایی بودن که من خیلی اونا رو دوست داشتم و هنوزم دارم. بهترین کارتون از نظر خودتون کدومه استاد؟ ببینین سخت انتخابش نه. ببینین من سال 55 26-7 سالم بود، یه آدمی رو پیدا کردیم تو اتاقور لنگرود به نام ابراهیم اخوان اتاقبری. 90 سالش بود. رفتیم 3 ساعت برای من و محمد مظفری شاعر سیاه‌کلی ضبط برده بودیم. من یه ضبط کوچولو پلاستیکی خریدم 500 تومان رشت. رفتیم گذاشتیم 2-3 تا کاست این برای ما خوند و یه مقام رقص ما داریم تو عروسی ها، یکی از لاکودانه، یکی هم هست اهبگو. یه اهبگوی این برام خون حسین حمیدی اینه تنظیم کرد. اینقدر این شیرین بود. من دارم الان که یه نفر انگلیسی هم اینو خونده، این مقام اینو جوانترها خوندن، بچه ها خوندن. الان من فکر کنم 100 نفر اینو خونده، اینو بازخوانی کردن دوباره. نه خوندن دیگه، هر خودش خونده، شما میخونین اون خونده. همینطوری تو محفل دوستانه خودتون این بر اون بر. خب این ترانه خیلی ملی و خیلی جهانی شد. گرچه گاهی اوقات مثلا منو با اون سوپله میشناسن، مثلا تو خیابونم بچه کوچک به مهارش بگه آقا سوپله سوپله. من اهبگو رو تو این ترانه های خیلی دوست دارم. بسیار عالی. سبک کارهاتون چیه؟ چه ژانریه سبک کارهاتون؟ ببینین عرض کردم موسیقی سینه به سینه و فولکلور. بله. و همه اون چیزی که تو روستاها زنها و قبلتر تو روستاهای دیگر ایران میخورن، همه این ردیف ها رو حدود 100 سال پیش علی وزیری
موسیقیدان بزرگ ایران اینا رو ساماندهی کرد. درست. گفت اینها شوشتری هن، اینها شورن، اینها اینطوری هن، افشاری هن. اینه که اون دسته‌بندی کرد در 7 مقام محکم و 360 تا گوشه و نمیدونم گوشواره و این حرفا. اینه که موسیقی گیلان ما کمتر ماهور پیدا میشه. ماهور مال لرستانه درست. که یه مقدار رزمیه، یه مقدار تفنگ دستشونه اونها. ما ایرانی‌ها اهل تفنگ نیستیم، بیشتر اهل مطالعه، اهل گفتگو هستیم و موسیقی ما بیشتر در شور و دشتی، یه مقدار در شوشتری و همون لاکودانه ما تو افشاری هست که من اینا رو تنظیم کردم تو کنسرت 29 مهر امسال در ساری اجرا کردم. بسیار هم عالی، بسیار عالی. تو حوزه حرفه‌ای با چه کسی رقابت میکنید استاد؟ اصلا من رقیب ندارم، یعنی هیچ کس رقیب خودم نمیدونم. هر کس داره کار خودش میکنه. آفرین. اگر بخوایم کنسرت هم بدیم، رشت 1 میلیون نفر جمعیت داره، یه سالن 500 نفر دیگه. امشب من میخوام کنسرت بدم، امکان داره امشب یه آقای دیگه کنسرت بده، خب بده، من شب دیگه میدم. آفرین. من مخاطب خودم دارم، اونا مخاطب خودش رو دارم. باریکلا. امسال عید من کنسرت داشتم، آقای راغب من اینجا کنسرت داشت. یعنی اون تهیه کننده‌اش اومد گفت که ایشون میگن که میخوام بیان با من عکس بگیرن. اومدن طرف ما عکس گرفتیم. بعد 1 ربع ایشون دیرتر تموم میکردن از من. ما وقتی تموم کردیم باز اون تهیه کننده اومد گفت که ببریم این سالن این داره میخونه آقای راغب. رفتم دیدم اهواگوی من داره میخونه. ای جان من. مردم خیلی کیف می‌کردن. یعنی اینجا وقتی میان شما چقدر کیف کردید همچین اصلا صحنه؟ ببینید اینجا وقتی میان نمیتونن از اهواگوی من عبور نکنن، باید بخونن. تو رشت مردم رشت هم دوست دارن. رشت شهر فرهنگیه. من فکر میکنم که هیچ جا به اندازه رشت مردم به کنسرت نرن، هیچ جا به اندازه رشت تئاتر مردم نبینن. اول البته تهرانه، ولی بعد تو تمام استان‌ها رشت. درست. هنرمنده. کاری هست استاد که شما احساس بکنید همسو با حس و حال زندگی خودتون تو کارهایی که انجام دادیم؟ من یک رمان دارم، چند رمان دارم. یه رمان دارم عمرش داستان سیاه‌کن، الان چاپ 9 شده، چاپ نگاه تهران در آورده. من اینو وقتی می نوشتم 3-4 سال طول کشید تا این تموم بشه بنویسم. گاهی اوقات یه صحنه‌هایی داشتم واقعا من گریه کردم داشتم می نوشتم و بعدم یه پلان‌هایی داشت که من بی نهایت خندیدم. بعدها هم کسایی خوندن و من زنگ زدن این حس رو داشتم. اما به هر جهت من گاهی اوقات باور کنین روی سن وقتی مردم بلیط میخرن بیان کار تو رو ببینن بایستی فیکس باشه، باید تاپ باشه. گاهی اوقات شده که من بیش از حد برم تو نخ یه ملودی و میبینم فوق‌العاده اندوهگینه. من دیدم در اداره گریم داره میگیره جلوی مردم. یهو خودم جمع کردم که مواظب باش بابا اینجا خونه نیست که حق نداری اینطوری بشی. اینه که موسیقی گاهی اوقات این آدمو میبره بی نهایت. من اینطوری هستم. اگه برگردیم عقب کدوم یکی از این کارهاتون رو تولید نمی کنید؟ ببینین عقب خیلی سخته، خیلی بده برای من کارمند بانک بودم، 30 سال بانک کار کردم و بر جهت یه شرایط خیلی دشواری داشتم. من سیاه‌کلی هستم. من مثلا 1 سال بانک کار کردم، اون جریان سیاه‌کل پاسگاه چریکی سیاه‌کل پیش اومد. بعد من دستگیر شدم. من 23 سالم بود، اوین بودم. 1 سال بعد از انقلاب شکومن دوباره 60 دستگیر شدم. 20 خرداد 62 اومدم بیرون.
یعنی اینطوری. بعد دیدن نه من نمیخوام آدم بکشم، تروریست نیستم، منو آزاد کردن، هم اونها هم اینها. ولی بالاخره اونها تا به اون نقطه برسن که از زمان شاه تا به اونجا برسن، من تو همین ژاندارمری رشت 16 شب روز زدن بی نهایت. یعنی منو با سرم نگه می‌داشتن. عقب خیلی بده. بعدم دوران کارمندی، حقوق کم، گرفتاری ها، تهران رفتیم فارسی حرف زدن بلد نبودیم. فارسی حرف زدن یعنی این که الان یه نفر رشتی میره انزلی، به محض که حرف میزنه اون انزلی که میفهمی رشتیه. برای اینکه رشتی میگه گم، اونا میگن گویم. انزلیشی ها نمیگن گم، رشتی میگه گم، اونا میگن گویم. به محض این گم میگه فهم رشتیه. ما وقتی میرفتیم تهران محال بود که مثلا نیم ساعت حرف بزنیم، 5 دقیقه از نیم ساعت رو یه چیزایی نگیم که اون یارو نفهمه ما اینجایی هستیم. اصلا فیزیک چهره ما معلوم، ما گیلانی ما اصلا بسیار عالی حرف بزنم، ولی به هر جهت من قیافم معلوم شمالی هست. دیگه کتمان بکنم. درست. استاد در حال حاضر کاری در دست ساخت دارید؟ بله. در حال حاضر کاری در دست ساخت دارید؟ من از 2 عنوان کتاب دارم. بله. اون کتابی که اخیراً از من منتشر شد، از دیلمان تا گیلان، باستانشناسی گیلان، دیلمان و زیست شناسی گیلان، کتاب بسیار فوق‌العاده در این سال کار کردم. الان ضرب المثل های سیاکل دیلمان دارم کار میکنم. بسیار عالی. و بعد زوجه های سیاکل دیلمان دارم کار میکنم. بسیار عالی. و موسیقی هم ما کنسرت بعدی که داریم تو رشت یه قطعات دیگه الان ساختم، داریم تمرین میکنیم که تو کنسرت رشت اجرا کنیم. انشالله 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 ما هم دعوتیم دیگه. حتما. انشالله. من خانم بلوکی انشالله انشالله. یک هنرمند گیلانی معرفی کنید که دوست دارید مهمان بعدی برنامه ما باشن. مهمان بعدی برنامه شما حتما موسیقی یا در عرصه‌ای تو هر عرصه‌ای که خودتون فکر میکنید هنرمند گیلانی هستن. من یه شاعری رو میشناسم همسن منه، آقای محسن آریاپاد، رشتیه و یه آدم بسیار مستقل. هر جا دعوت میشن با کراوات میاد، یک آدم فوق‌العاده اصیل و من خیلی این کاراکترش رو دوست دارم. در عرصه ادبیات آدم دانایی، ترانه‌های زیادی آریاپاد ساخته، پوررضا خونده، خواننده‌های دیگه خوندن، موسی علیجانی خونده. یعنی هم ترانه سراست، هم گاهی خودش میخونه، هم شاعر زبردستی. الان چند عنوان کتاب شعرشون چاپ کردن و بیشتر کتاباشون هم من دادن. من خیلی دوستش دارم محسن آریاپاد. چشم، سعی میکنیم که حتما در خدمت ایشون باشیم. یه سری جملات کوتاه من خدمت شما میگم، شما اینا رو تکمیل بفرمایید. وقتی شرایط برخلاف میل من است، من ادامه نمیدم اون شرایط. ادامه نمیدم. من همیشه میخواستم مردم رو دوست داشته باشم. فکر کنم مردم هم شما رو دوست دارن. وقتی بچه بودم خیلی شیطون بودم، خیلی. بهتون نمیاد استاد؟ بزرگترین اشتباه من این بود که کارمند شدم. کارمند. ناامید نکنین کارمند رو. وقتی شانس از من رو برمیگرداند، به هر وسیله رامش میکنم تا در اختیار من قرار بگیره. عالی، برکل. اگر دوباره جوان شوم، اگه دوباره جوان شدم که حتما کارمند نمیشم و حتما در عرصه ادبیات، در عرصه هنر سعی میکنم که یه آدمی بشم مثل امروز. عالیه. کسانی که با من کار میکنن معمولا فکر نمیکنم که
اصلا از من دلخوری داشته باشن. همشون رو دوست دارم و باور کنین که الان من 2 از نوازنده های اصلی من سن نوه های منو دارم، ولی داریم با هم کار میکنیم. اونجا دیگه جدی مشکلی هم هست. نداره. درست. شما جدیتونم عالیه استاد. اگه صحبتی حرف نگفته چیزی هست در خدمت شما هستیم که بشنویم. من میخوام بگم که تو این سالهایی که من موسیقی فولکلور جمع کردم، یه مقدار از موسیقی فولکلور غربی گیلان هم جمع کردم، چون ما دیلمانی حرف میزنیم، ما گیلکی حرف نمیزنیم. سیاکلی ها، دیلمانی ها، زبان ما فرق داره. وقتی میایم این طرف، این کم میتونیم همدیگه رو درک کنیم. مثلا یه زن روستایی گیر بیارم غرب گیلان، بگم میخوام بیام از تو موسیقی زن، اون طرف راحت بودیم. اما یه مقدار موسیقی غرب گیلان هم من جمع کردم. بعدها من دیدم که بعضی از اساتید موسیقی اینا رو دستکاری کردن. ببینین ضرب المثل ها، موسیقی فولکلور، اینها میراث فرهنگی ما هستن از گذشته ها. چرا ما اینا رو جمع میکنیم؟ برای اینکه میخوایم به نسل فعلی بگیم که مردم در اون دوران 500 سال پیش چه جور فکر میکردن، چقدر دانش داشتن. ما تغییر وقتی بدیم داریم تاریخ رو دانش اون آدم تغییر میدیم. آدم 500 سال پیش میخوایم بکنیم الان. درست. اینی که حق نداریم. هر مقداری که دیدیم باید یاد بگیریم، باید همون اجرا بکنیم، بایستی همون اداره بکنیم. دقیقاً. من یه ترانه چند سال پیش پیدا کردم برای رشت. بعد حیرت کردم که چرا این اساتید نخوندن، همه اینا رو دیدن، مگه میشه پوررضا اینو ندیده باشه؟ من فکر می‌کنم که وقتی من سوپولک هم خونده بودم، پوررضا به یکی گفته بود که آخه سوپولک هم ترانه این بخونه. اما سوپولک چیه؟ بعد من این ترانه رو که دیدم این شاید برای همون میگه چه روزی بود نتیم را یار بستم میان لاکان رسوان بستم لکان خست دیدیم وای مرا بکوشم تفنگ کفن غربت میتم بپوشم امان چی بکنم میدل خیتی برم فقر بکنم بلند بالا شدم دیوانه تو حکم کردی نیایم خانه تو حکم کردی برم مسجد بخوانم خودم در مسجدم دل خانه تو امان بندر عباس همه چاقو کشد بیار بس همه چاقو کشد میار غبارباز. یعنی یارباد یار خوبیه، خودش میزنه. درست. اون که چاقو دیگری، اما این خودزنی میکنه. بسیار عالی. خدا رو شکر که ما از شما شنیدیم. ممنونم از شما. تا استاد بزرگوار ما یه نفسی تازه میکنن، با قسمت دوم برمیگردیم. در خدمت شما عزیزان هستیم. هر روزمون یه جشن با شهرنده خاص، خاطره هامون زنده میشه با مهمان خاص. شهرنده خاص، شهرنده خاص. با بخش دوم و سوالات اختصاصی در خدمت استاد وحدتی بزرگوار هستیم. استاد عرض ادب مجدد. بزرگوار زنده باشید. شما توی بخش قبل فرمودید که کارمند بانک بودید. ظاهراً یه دزدی اتفاق افتاده بود. والا ما شعبه مدون حسن آباد بودیم. بعد من حوالی ساعت 11 با مستقیم شعبه یه مقدار پول جمع شد و خزانه ما توپخونه بود. پولا رو بردیم اونجا، یعنی شعبه رو خالی بردیم تحویل دادیم. ساعت 1 در بانک بسته میشد. بعد
ما در بانک نبستیم چون 2 مشتری داخل بود. این 2 نفر برن بیرون در بانک. همین لحظه من یهو دیدم، من داشتم سند امضا می‌کردم، یکی در بالا سر وایساده میگه که برید آبدار خونه، بلند شین. من فکر کردم این کاموا فروشای بدون حساب فکر کردم کاموا فروشای بدون حساب دارن همین شوخی میکنن. نه کردم یارو نقاب داره، ای وای. جوراب تو سرشه. باز من تکون نخوردم چون این هفتهش خیلی کوچولو بود. فکر کردم که این داره به این چیز پلاستیکی اومده این بانکو بزنه. اونم دید من شک کردم، گلنگدن کشید بل کرد، دیدم آهنه. ای وای. بلند شدم. ما 5 تا مرد بودیم، 5 تا زن، مرد بودیم 5 تا زن. اون 2 تا مشتری هم با شدیم 15 نفر رفتیم تو آبدارخونه کوچولو اونجا حبس. یکیشون در رو بست، گفت که در باز نکنین، در باز بکنین شلیک میکنین. 3 نفر بودن، یکی پشت باجه بود کلاشینکوف دستش بود، این 2 تا کلت داشتن. بعد 30 سال یکیشون رو در باز گفت رئیس شما کیه؟ ما رئیس شما اسمش بود بشردوست. من خونم نارمک بود، هر روز صبح با این سر صبحی که دیر میکردن یقه منو میگرفت، چرا دیر کردی؟ بعد اسم هم بود بشردوست. اون یارو یقه ای که از این خانومه گرفت، اسم بود خانم گواهی. خانم گفت که آقا من 11 استقبال رئیس بانک نیستم که. من گفتم آقا این رئیس بانک، گفتم آقا رئیس بانک آقای بشر رئیس بانک. یارو گفت که این گفت بله چیه؟ گفت که کلید گاف صندوق بده. گفت گاف صندوق وازه، کلید نیست، قفل نیست. بالاخره اینا بانک زدن و از 80 تا خیابون رفته بودن. این بشر دوست نمیذاش ما بریم بیرون، میگفت شلیک میکنن. گفتم آقا رفتن الان نیم ساعت اینا نمیدن یه چلو کباب بخورن که آقا بریم. بگم نه دست نزن. این همسایه ها مورد سلام میزنن، آقا آی بعدتی آی فلان. ما آمدیم بیرون و رفتن زنگ زدن، تلفن ما رو قطع کرده بودن، برق ما رو قطع کرده بودن. رفتن از همسایه زنگ زدن، پلیس اومد و آژیر و اینا گفت، اومد داخل به ما گفت خانم‌ها اون طرف، آقایون این طرف. دیدم یقه ما رو گرفتن، آقا دزد نمیره. ما چه کردیم؟ و اولین آقا گفت که ما مال خانمی، گفت امانه وکیلی، گفت محل تولد، گفت محلات. گفتم به من بگم محل تولد بگم سیاه کرد، من با اینا هم دست دیگه. گفتم برم اون آخر وایسم، شاید تا این بازجویی تمام بشه حکومت سقوط بکنه، چون زمان بختیار بود. آقا بازجویی من نرسیده، یه سباکی ها اومدن گفتن دانس من چیکار بکنیم بازجویی میکنیم این بانک زد. گفت اینا رو ببرین کلانتری مرکزی استور جلسه بکنیم تمام بشه بره. اینا رو چیکار داریم؟ یارو بانک زد رفت. ما رو بردن کلانتری مرکز، بازجویی تا بکنن و تصویر جلوس شد 3 فردا 3 نیمه شب فردا ما اونجا نشسته بودیم. از ساعت بالاخره یک روز امضا کردن و ما رفتیم خونه. فردا صبح بودیم بانک دیدیم همه یخاشون باز شده. اون یکی گفت میخواستم بزنم اون مقابل بگیرم. من به این آقای وکیلی جلوی من بود، الانم هست دوستش دارم، گفتم وکیلی این یارو گفت همه برین آبدار خونه، تو چرا دست ها رو بردیدی بالا؟ گفت والا من تا الان هر فیلمی که دیدم یه فیلمای وسترن این یارو اومد توی بانک اول گفت دست ها بالا. حالا اون اولاغ نگفت دست ها بالا، ولی من عقل من کجا رفته بانک خودم شعورم میرسه دستام ببرم بالا. بسیار جالب. دوستانتون در مورد شما به ما گفتن که تعبیر زیبایی از فسنجون دارید. میخواین در این رابطه صحبت کنید؟ والا من اعتقاد دارم که هر خورشتی رو که با پلو میخورن تو گیلان درست شده. درست. یعنی قیمه و قرمه سبزی و فسنجان مال مثلا خرمشهر نیست، اونا با ماهی خوراکای دیگه درست میکنن، خوراکای ویژه خودشون دارن. هر چیزی که چون پلو اینجا بود قبلا مازندران بود، کولی ها آورده بودن
تو اطراف رودخانه تجن از راه پاکستان اومده بودن، هندی بودن. میره منتی گنگا خورتور منتی جمنا کا دور رادا دور سنگم اوگا گلی ارگون رادا دور سنگم اوگا گلی. از اونجا برنج اومد اول اونجا میکاشتن. خود اون هندی ها اینو با شلتوکش میکوبیدن، نون درست. مازندرانی پوست کندنش رو یاد گرفتن. یعنی اینه که اینترنت ما میگه پادنگ، آبدنگ، با دنگ میزدن اینو. آره. بعد حدود شاید 1200-1300 سال پیش اومد گیلان و اومد گیلان. اینو من نمیگم، اینو جغرافیای ما میگه که بهترین برنج تو اکوسیستم ما تولید میشه، تو جغرافیای ما. حتی تو جغرافیای گیلان مثلا بهترین برنج مال آستانه اشرفیه است، مال پاشاکی سیاکله، مال خود سیاکله. و بهترین ماهی سفید مال انزلیه. یعنی شما وقتی ماهی سفید رو میری مثلا یه جای دیگه میخری، این کیفیت اونجا میگه نداره. در میفروشه میگه انزلی ماهیه، یعنی مال انزلیه. یعنی هر چیزی یه جایی اونجا به بالندگی میرسه. فسنجان، فسین به زبان گیلک یعنی بمال. بمال به جان، یعنی اینقدر خوشمزه هست تو باید اینو بگیری بغیر بمالی به جان سر کلت. من هر وقتی از تهران بیام دخترم میام خونه دخترم. ببین من این دفعه مثلا ساعت 6 بعد از ظهر اومدم، یه چیزی خوردم، شب نمیتونم برنج بخورم که برای این فسنجان درست میکنه. میگم بابا، میگم برای نهار فرداست. بعد ساعت 11 میگه یعنی یکم بخور. نمیتونی طاقت آره. این فسنجان یعنی اینو بمال به بدنت، از بس خوشمزه هست. الان فسنجان دیگه، فسنجان مثلا 50-100 سال پیش خیلی جاها تغییر کرده. اینقدر توش مواد مختلف میزنن، آب انار میزنن، نمیدونم گردوش زیاد میکنن و خیلی و با مرغ درست میکنن. قبلا فقط با اردک درست میشد مثلا. این بود فسنجان. داستان فسنجان، داستان خوشمزه فسنجان. یه داستان شیرین گیلکی که شخصا خیلی دوستش دارید بله. و کمتر مطرحش کردید رو برای ما میگید لطفاً. من افسانه های گیلانی رو در کار کردم. یه مجموعه برای کانون پرورش فکری کودکان کار کردم سال 85-86. 10 افسانه از 10 ناحیه زمانی ایران از گیلان گیلکی رو من نوشتم و قرار بود که تالشی داشته باشم که یه نویسنده تالشی دکتر عبدلی پارسال فوت کردن که من خیلی دوستش داشتم. ایشون چند تا افسانه دادن، کانون قبول نکرد. بعد به تاتی رودبار آقای جعفری نوشتن، من دادم فرستادم اونجا. من کوتاه یه افسانه خوشحال میشیم گالشی رو براتون تعریف میکنم. لطفاً. آره. این افسانه رو یه نویسنده هست تو کلاچای به نام کریمی. من 24 تا کتاب داره. یه آدم یه تنها اونجا ته گیلان، اینقدر من دوستش دارم. رمان می نویسه و داستان‌های کوتاه می نویسه. یه نفر افسانه هم جمع کرده. من از نوع تو کتاب اون از نقل میکنم. بگه یه آدم گالشی یه دونه کیسه می داشته بود با یه دکانش دستشو دامانی بینش شده بود. یک چوب دستی داشت و یک دونه کیسه. میره بگه گوشه جنگل آتش گرفته، میره نزدیک، یک جای آتش گرفته بود، یک مار بسیار خطرناک داخل آتش گیر کرده بود، یه جای کما. این نگاه میکنه مار نمیتونه در بیاد، آتش انقریبه که بره اینو بسوزونه. این چوبش میذاره وسط اون جایی که آتش نبود، مار میپیچه به چوبش، اینو بلند میکنه تو کیسهش،
میبره دورتر، کیسه رو خالی میکنه مار میپیچه به این، میره بالا گردنشو حلقه میزنه به گردنش. گارشی میگه چیکار داری میکنی؟ میگه میخوام تو رو نیش بزنم. میگه من به تو خوبی کردم. نجاتت دادم. گفت جواب خوبی بدیه. گفت بابا والله اشتباه میکنی، جواب خوبی. میگه نخیر، جواب خوبی بدیه. میخوام تو رو نیز تو رو بزنم بکشم. میگه خب بس بعد بریم بعد چند نفر سوال بکنیم، یه دو سه نفر بپرسیم. میگه بریم. راه میفتن میرسن به یک گاو. جریان میگن. گاو برمیگرده به مرده میگه تو فضول بودی اون مرده رو، به تو چه؟ حق با اینه. میگه بابا من این نجات دادم. میگه بی خودم چیکار داشتی نجات بدی؟ مار میگه بذار من نیش بذارم. میگه بابا بذار دفعه دیگه سوال بکنم. میرسن به یه خر. جریان رو به خره بگه خرم. همینو میگه حق با مار، باید بزنه تو رو بکشه. مار میگه آقا بذار من کار خودم بکنم. میگه بابا به یه نفر دیگه سوال بکنیم. میرسن به یه آدم. جریان رو به اون آدم میگه. آدم صحنه نگاه میکنه، بعد ما رو خیلی گنده بدبخت کلش تکون نمیدوست بخوره، ناراحت. میگه والا من مثل اون دو نفر دیگه نمیتونم قضاوت آنی بکنم. قضاوت کار بسیار سختیه، همینطوری نیست. ایشون باید از اون بالا بیاد پایین، بره توی اون گونی، اول بپیچه به این عصای تو، بعد بره تو گونی، از گونی در بیاد من قضاوت بکنم. مار یکم با اکراه وای میسته. میگه باش. میاد پایین، میره تو گونی، یارو بهش میبنده. میگه با اون چوب بزن این پدر سگزاری بکش. آدم به موجود بد خوبی میکنه. این بده دیگه. تو چرا به این خوبی؟ اون اولاغ با اون گاب هم داشتن. آقا تو آدم بد، تو هر کاری بکنی خوب نمیشه. موجود بد دیگه. ببخشید اینم افسانه بود. قشنگ بود، خیلی قشنگ بود. مرسی استاد، مرسی. ما میخوایم زیاد مصدق اوقات شما نشیم. دلمون میخواد با اون صدای گرمتون، با اون شیرینی کلامتون ما رو مهمان بکنید به هر چیزی که خودتون دوست دارید. متشکرم. تی تو منچینه چی نگیر دختر تی تو منچیره چی نگیر دختر دو بالان در بیجی نگیر دختر دو بالان چه مانم چون مغز بادام یواشه گاز گیره یواشه گاز گیره بشکست میدن آن یواشه گاز گیره بشکست میدن هوا را چی خوشه سیکا بگرده زمین چی خوشه کی جا بگرده خداوندام رنگ سیکا کن دوبال در گرده قشنگی جا کن دوبال در گرده قشنگی جا کن می آهو آهو اهولو دیلال لاکو اهولو دیلمار لاکو قشنگ لاکو او واجارگا لاکو این انزلی لاکو او چارده ای لاکو شبان بیرون نیه که زن چاو قاسید سر ادبی قاسید سر ادبی میبر نما قاسید سر ادبی میبر نما سر کوهی بولم چند تا کبوتر بدیدم دختری همراه مادر سلام بر مادر چشمم به دختر غلام مادر شیدای دختر
غلام مادر شیدای دختر یه روزی باشا زمار ایوان زماره ناخوش بود نامزد پریشان زمار گفتم زمار چه حالی داری به دل گفتم الهی سر بر نداری به دل گفتم الهی سر بر نداری سر کوهی بلند نمیزنم نی شتر گم کرده پی میزنم پی شتر گم کرده بابار کاشی میدیل خواگم بوه شاید تو باشی میدیل خواگم بوه شاید تو باشی اگر میار جوانی راهان بیم اگر راهان نبو دامان بیم اگر یلیتی دشمن در کمینه جفت ماهی ببو رو خانه بیم جفت ماهی ببو رودخانه بیم ریزه ریحانه بکشتم بر سر سنگ سر راهانه نیشی من با دلی تنگ همه پرسن چرا دلتنگ چطور دلتنگ نبا دل خواب بدم چند چطور دلتنگ نبا دل خواب بدم چند می مجد زورا بفرما بالا می مجد مورا برنج تورا چی هم رقورا ای برنج ببینم برنج ببینم هر روز بیارم برنج ببینم هر روز بیارم بسیار عالی بود استاد. ممنونم از اینکه تا این لحظه با ما بودید. خیلی ممنونم از شما استاد بزرگوار. من فکر میکنم که همه ما و بینندگان عزیز بسیار لذت بردن از در کنار شما بودن. انشالله سالهای سال در خدمت شما باشیم. تنتون سالم، دلتون شاد. ممنون از همه شما بینندگان عزیز. تا برنامه بعدی، دست حق به همراهتون. آخه یه دقیقه میگه به گوش بدن چی سر میسینه سر بنن میجونه یار میجونه یار میجونه یار میجونه یار چرا یادر نقل بوکیم نقل یقل دو قل بوکیم سر خلار سر خلار سر خلار سر خلار چرا یادر مر یادر با هم بوکیم چی چی بوکیم یقل دو قل انگوری سقل با